سلام. تو این ویدیو قراره یاد بگیریم چجوری با مارموس تولبگ رندر بگیریم. من از ورژن 4 نرم افزار استفاده میکنم و شما میتونین این رو از وبسایت های ایرانی دانلود کنین و به راحتی نصبش کنین. نصبش اصلا کار سختی نیست. میتونین از وبسایت صاف 98 دانلودش کنین و ازش استفاده کنین. البته خب اگر که شما استفاده خیلی در واقع استدیویی میخواین ازش بکنین، بهتر که نسخه اصلیش رو خریداری بکنین. بریم ببینم قراره دقیقاً چی کار میخوایم بکنیم. خب من اینجا یه مدل کاراکتر دارم که یه حالا فایل بلند داره. حمید جان برام انجامش داده. آیدیش رو حتما توی دیسکریپشن میذارم و شما هم میتونین ازش استفاده بکنین. یه دونه فایل fbx grt دارم. این گیم ردیه و گیم ریگ داره به اصطلاح و خود مدل هم حالا یه fbx چیز داره بدون ریگ و اینها. یه فولدر هم دارم به اسم تکسچر و اینها. خب کاری که من نیازه بکنم، اول اصلا مارموس تولبگ رو باز کنم. خب این آیکون رو داره. صبر میکنیم تا لود بشه. خب نرم افزار لود شد. وقتی که شما نرم افزار لود شد براتون، خیلی مارموس تولبگ واقعا نرم افزار خیلی خیلی آسونیه. یعنی شما کافیه با یه زمینه ای از نرم افزارهای 3D داشته باشین و بقیهش براتون مثل آب خوردنه واقعا. من اینجا نیازه که اول مدل رو ایمپورت کنم. خب اینا رو خیلی بهتون توضیح نمیدم. اینا ورک اسپیس های مختلفی هستن که شما میتونین باهاشون کار کنین. دیفالت، کلاسیک، انیمیت. من میذارم روی همون رندرش بمونه. اینم که قسمت هایراکیشه. اینجا آبجکت هایی که در صحنه وجود دارن رو براتون به نمایش میده. براتون به نمایش میگذارد در واقع. وقتیشون کلیک کنین این میشه اینسپکتورتون. اگه با یونیتی مثلا آشنایی باشی، این میشه تمام اینفویی که این آبجکتی که توی صحنه هست داره. این هم میشه قسمت متریال ها و این قسمت هم میشه تنظیمات متریال ها. خیلی نمیخوایم اینجا به جزئیات قضیه بپردازیم، هم صرفا یه رندر بگیریم. وقتی که شما اینجا میاین کلیک راست میزنین و ایمپورت مدل میزنین، حالا من تو این مانیتورم باز میشه. وقتی که ایمپورت مدل رو میزنین نیازه که بیاین اون fbx تون رو وارد کنین. من اینجا از fbx grt که گیم ردی هست و ریگ داره استفاده میکنم برای اینکه بتونم حالا به قول معروف روی پوزها و حالا اون انیمیشن هایی که داره نگهش دارم. مثلا این یه انیمیشن دویدن هست. حالا این چیزی که الان من اینجا دارم یه سرباز عربه که خب این رو من برای مارکت های کاسید استدیو دارم آماده میکنم رندرهاش رو. میخوام یه رندر خیلی خیلی سریع ازش بگیرم. یعنی اصلا نمیخوام بگیرم. اگه با کاسید استدیو هم آشنا نیستین، کاسید استدیو یه استدیو آرته که حالا asset های گیم ردی میسازه، کار فریلنس انجام میده و مشغول توسعه بازی ایکسکانه. حالا میتونین kasidestudio.com سرچ کنین و بیشتر با ما آشنا بشین. اما بگذاریم. خب میبینین که من تا ایمپورتش کردم اینجا لیست متریال هاش رو برای من آورد، چون الان البته خب به هر حال من این متریال ها رو دارم. من اول دونه دونه شروع میکنم متریال ها رو بهش دادن و در واقع اون تکسچر ها رو میخوام بهش بدم. من روی هر متریال که کلیک کنم توی بخش سورفیس من باید بهش نورمال مپ بدم. روش کلیک میکنم، میام توی این قسمت. خب من این متریال آرموره، میام توی تکسچر آرمور و این نورمال مپش رو پیدا میکنم. نورمال مپ همیشه این صورتی است و وقتی که روش کلیک میکنم میبینین جزئیات بیک شده رو خیلی قشنگ نمایش میده. حالا میام تکسچر اصلی که میشه آلبدو مپ رو بهش اضافه میکنم. اینه که الان این تکسچر دار شد و این در واقع فکر کنم مال شلوارشه. خب میبینم به این اسم چه چیزی رو ما داریم. این پنس. خب پنس رو فکر کنم شاید توی بادی، نه شاید توی آرمور گذاشته. آها اینجاست. خب این شلوارش که میبینین اینجاست. البته الان ببینین من اشتباهی ایمپورت کردم. من الان نورمال مپ رو
بهش آلبدو مپ دادم، بعد اینو بهش میدادم، مثل اینم نه، بعد اینو میدادم. همینه دیگه. آره همینه، میبینین نرمال قشنگ شلوار رو گرفت. بهش آلبدو مپ هم میدم. بله بهش رافنس مپ هم میدم، البته تو قبلی هم ندادم، یعنی حالا برمیگردم به اونم رافنس میدم. این میکرو سورفیس میتونین بهش رافنس مپ بدین، روش کلیک میکنین و میاین توی این قسمت رافنس. بله اینم از رافنس آرمورش رو بریم مجددا روی این یکی. اگه متالنس داشته باشین یا متالیک داشته باشین میتونین بهش بدین. حالا من اینجا متالیک دارم، بهش میدم. به این اتریال هم میدم، هم متالیک. خب به لباسش هم میام این رو میدم، لباس عرب. حالا این لباسش کدومه؟ اینه، اینم میشه لباسش. مجدد من نمیدونم چرا، آره آلبدو رو درست دادم، فکر کردم دوباره به نورمال مپ دادم. اینم از نورمالش، اینم از رافنسش، اینم از متالیکش. خب من تا همینجا فکر میکنم آره کافیه. حالا خود مدل یه سری ایرادات هم ممکنه داشته باشه. حالا برم روی در واقع حت و کلاهش، ببینم اینجا گذاشته همید برامون یا نه تو با همونجا باشه دیگه، چون آره اینم حت. خب بهش باز به نرمال دادم، من باز میم اینو به این میدم، آلبدو رو مجدد بهش میدم، رافنس مپ رو میام بهش میدم، اتالیکشم میدم. و حالا من یکم نزدیکتر بشم، این که آره درست افتاده. حالا بریم سراغ موها. اینجا دیگه باید بریم تو فولدر هیر. شما میتونید فولدر بندی نکنین ولی برای اون تمیزی کارتون بهتره که فولدر بندی رو رعایت کنید. اینجا قراره یه چیز جدید یاد بگیریم، متریال های ترانسپرنت. و خب وقتی که ما مثلا ترانسپرنت داریم چیکار کنیم که این اینجوری نشه؟ خب خیلی ساده است اینا، ولی حالا اینو اول نرمالش هم بذاریم بدیم، رافنسش هم بدیم، متالنسش هم بدیم. حالا اون هایت مپ ها رو من کلا نمیدم فعلا. و خب بریم حالا چجوری اینو ترانسپرنت کنیم. ببین وقتی شما بخواید توی مارموس تولبگ اگه متریال رو ترانسپرنت کنین، کافیه بیاین توی ترانسپرنسی، حالا بذارین روی کات اوت. اما من برای این بذارم روی این گزینه که قشنگ‌تر نمایش میده، سافت‌ترن به اصطلاح. مثلا خب من کلا مدلم بذاری ایرادات داره، مثلا ریشاش مثلا ایرادات داره، ولی کاری نیست، مشکلی نیست، من به همین شکل میذارم بمونه، چون ما صرفا میخوایم ازش رندر بگیریم. حالا بریم سراغ شمشیرش. خب شمشیرش رو هم آلبدو مپ بهش دادیم، میریم نورمال مپ بدیم بهش، رافنس، متالیک. و اینم از شمشیرش. بریم به بادی هم در واقع متریال بدیم. خب این از بادی، این نورمال مپ داره، رافنس مپش رو بدیم. خب اینم از متریال بادی. شما همه این گزینه‌ها رو میتونین حالا خودتون دست بزنین دیگه، مثلا میتونین رافنسش رو کم کنین، زیاد کنین، اون دیگه به خودتون برمیگرده. ما صرفا خواهیم ببینیم که چه جوری اینو انجام بدیم. بریم سراغ ابروها، البته موجه ها. خب کافیه اینجا دوباره ما متریال ترانسپرنت بسازیم، به تو رافنس
متالیک و حالا بریم دوباره توی بخش ترانسپرنسی بذاریمش روی این گزینه. بکم آلتو ببینید برای حالا تکون خوردن توی این محیطش کافی شما آلت رو بگیرین، موس رو کلیک چپ بگیرین و انجام بدین. تو خیلی کلید بدیه حقیقتا. مثلا ما توی یونیتی میتونیم با کلیک راست زدن و مثلا تکون خوردن با مثلا W و اینا راحت تکون بخوریم توی محیط، ولی به هر حال هر نرم افزاری متفاوته. حالا این رو باز ما اینجا باگی هم داریم، ولی باز هم میگم چون اینا توی مدل کار امروز ما مربوط نمیشه کاری نداریم. و فقط مون چیز دیگه ای مونده؟ نه این یه چک بکنیم این حدش رو ببینیم همه چیش درسته. خب تقریبا الان همه یه متریال ها رو ما بهش داریم. حالا من یه کامرای جدید بسازم. خب اینو اینجا ببندیم. برای ساخت کامرا شما میتونین اینجا اد کامرا بزنین که دقیقا توی همین چیز براتون ایجاد میکنه. اما من اینجا میام همینجا دوربین میزنم و اینو مثلا میذارم روی مین کامرا، اینو میذارم روی کامرا. حالا دیگه مثلا من با این میتونم تغییر پیدا کنم، اون زاویه‌مو تغییر بدم و با این میتونم اون مین کامرا اصلی این بهم نشون میده. حالا شما میخوام با مین کامرا رندر بگیرم، من میام روش کلیک میکنم، یه گزینه داره به اسم سیف فریم که به من نشون میده دقیقاً چه فریمی رندر میگیره و این رو برای من تعیین میکنه. حالا من چون میخوام رندر مربعی بگیرم ازش، میام این سایزش رو درست میکنم. کجا باید این کارو بکنم؟ باید بیام توی قسمت، فکر میکنم باید برم توی قسمت رندر، روی این میذارم که مربعی بشه. خب حالا اینو چون کامل باشه اون کاراکترم، دوباره ببینین من اسکرول موس رو میگیرم، آلت رو میگیرم و میتونم اینجا تنظیم کنم. حالا برم روی مین کامرا، فیلد آف ویوشم یکم دست بزنم، خواهی نظرم آره با این فیلد آف ویو مناسب باشه و اینکه این وری باشه من همین ور مناسب تره که شمشیرشم دیده بشه. چون من اینها رو ترانسپرنت میخوام، خب برام خیلی راحته دیگه. حالا به این شکل باشه که من بتونم اینجوری روی فتوشاپ هم پوسترش رو بسازم. خیلی کار باحالیه. حالا بگذاریم بریم باز ستاپ کنیم. یه کوچولو دیگه زوم بکنم یکم بالاتر. خب تقریبا میشه گفت اوکیه و حالا بریم روی اسکای، بریم یکم خوشگل ترش بکنیم. روی اسکای بچه ها این اشتیارهایی هست که دوره به قول معروف اون کاراکتر شما میندازه. حالا مثلا شما اگه بیان اینو مثلا کالر بذارین دیگه میتونین اینجا دستی رنگش رو تغییر بدین. من روش که کلیک بکنین، روش که کلیک بکنین لایت براتون میسازه. یعنی مثلا من هر جا این کلیک کنم، کلیک چپ بکنم لایت برام میسازه. میبینید که روی حالا کاراکتر تاثیر هم داره، ولی کلیک راست که بکنین اینها رو دیلیت میکنه. حالا میتونین از اینجا هم بیاین شیفت رو بگیرین دیلیت کنین. اما بریم روی لایبرری. روی لایبرری که بیام شما میتونین از لایبرری که خود مارموس تول بگ داره اشیارهای مختلف چیز مختلف دانلود کنین. اما من میام اینجا از این اشتیارها استفاده میکنم چون میخوام یکم این حالت گرمی داشته باشه و این رو هم حالا میذارم روی لورد اسکای. البته خب اینو بگم چون من ترانسپرنت در نهایت رندر میگیرم اهمیتی نداره، ولی حالا یه دونه اینجوری هم رندر میگیرم. میتونید شما روتیشن این تصویر رو هم اینجوری دست بزنین، میتونین برایتنسش رو دست بزنین
و در واقع این چایلد لایت برایتنس رو هم دست بزنید. در نورایی که میشن بچه این اسکای، نورایی که اینجا ایجاد میشن شما میتونین دست بزنید قدرتشون رو. خب اما حالا من اینا رو پاک میکنم چون من نمیخوام از اونجا نور بسازم، میخوام یه جای دیگه نور بسازم. اول من همیشه میرم توی قسمت رندر، ری تریسینگ رو روشن میکنم. حقیقتش نمیدونم اگر شما کارت گرافیک های سری RTX دارین صرفا ری تریسینگ براتون کار میکنه اینجا و نمایش میده، یا اگه نداشته باشین نمایش نمیده. حالا در هر صورت اگر براتون به نمایش نداد هم حالا مشکلی نیست، خب خیلی بهتر میکنه رندرتون رو. این رو من میذارم روی فاین، میذارم روی همون فاین بمونه. ادوانسد لایت سامپلینگ رو هم میزنم. میام اینجا پایین تر دینویز رو میذارم روی جی پی یو چون من سی پی یو خیلی ضعیفی دارم و این رو هم حالا رو ریل تایم. سامپل ها رو هم 512 میذارم و حالا میام پایین تر شادو ها رو های کوالیتی هن من مگا میذارم. کاسکید رو هم میزنم استفاده کنه. امبینت اوکلوژن رو هم به صورت ری تریست میخوام استفاده کنه. دیفیوز اسپکیولار، چقدر سخت شد یه لحظه، اسپکیولار رو هم میزنم استفاده بکنه. این ری تریست دیستنس رو هم میزنم استفاده بکنه. لوکال رفلکشن رو همیشه بزنین که از اون رفلکشن هایی که وجود داره حتما استفاده کنه. لوکال دیفیوز رو هم بزنین و حالا میام پایین تر باز سامپل ها رو، سامپل اوتپوت رو هم میذارم 512 دوباره. دینویز رو مجدد میذارم روی جی پی یو و اینجا ارور میده، مشکلی نیست. و ترانسپرنسی اگر بزنین رندری که به شما میده رندر ترانسپرنت، یعنی میاد بک‌گراند رو جدا میکنه، صرفا اینو میذاره. من طالب صرفا برای این اون کار خودم که من ترانسپرنت میخوام، ولی برای ویدیو رندر ترانسپرنت نمیگیری. این آیکون هم نمایش نمیده، نترسین. خب ویدیو هم اگر شما مثلا انیمیشن داشته باشین هم که دیگه تنظیماتش اینجا. حالا من چون ویدیو نیست همون میذارم بمونه. میتونم واترمارک مارموس طولویی هم استفاده کنین، باحاله، هم چیز خوشگلیه، هم به قول معروف یه سری دوست دارن استفاده کنن. حالا من این رو فعلا میزنم که نباشه و میام این قسمت. تقریبا تمام تنظیمات رندر رو من انجام دادم، اون تنظیماتی که آدم خیلی سریع میتونه بهشون برسه. میام توی مین کامرا. توی مین کامرا من میام توی این قسمت فوکوس. شما میتونید از دفت آف فیلد استفاده کنید، میتونید پست افکت باشه یا ری تریست باشه، این دیگه به خودتون مربوطه. حالا من میذارم پست افکت باشه. ببین شما اینجا خیلی داستان دارین، اینکه مثلا شما فوکال دیستنس رو یه جوری باید تنظیم کنین که واقعا به دردتون بخوره و خب اون دیگه میشه مسئله شما. من این رو اگه مثلا یه جوری تنظیم بکنم که خب و این دیگه دست خودتونه. من الان چون کاراکترم خیلی اصلا چیزی نیست که بخوام روش فوکوس کنم، من خیلی دست نمیزنم، اصلا میخوام بتونم خاموش باشه. ولی میتونی شما از این استفاده کنین که خیلی حالا گزینه باحالی داره، چون حتما ازش استفاده بکنین. من میذارم آف باشه. میام توی فلر، برای اون نورایی که دارین شما میتونین قدرت فلرها، لایت فلرها و اون حالا سایزشون و اینا رو مشخص کنین، موشن بلور داشته باشه. و این قسمت هم که دیسوریشن هست میتونین کروماتیک اوبریشن استفاده کنین. من یکم میذارم استفاده کنم و میریم روی پست افکت ها. روی پست افکت ها شما میتونین اکسپوژر رو اینجا دست بزنین، هایلایت ها، میتونا، اینا به سایتون هستن و میتونین اینجا مثلا مودتون رو مشخص کنین، مثلا ACS بزنین، خیلی اینجوری میشه، همینجوری میذارم بمونه و همیشه اوکی. من شارپنس رو یکم زیاد میکنم، بلوم رو هم یک کوچولو زیاد میکنم، میذارم بمونه. سافنس رو هم میذارم و دیگه با بقیهش کاری ندارم. این به نظر من برای اون چیزی که من میخوام اوکیه.
و خب حالا بریم نور پردازیشو انجام بدیم. به بچه‌ها نور پردازی شما خب میتونید دیگه روش‌های مختلفی انجام بدین، دیگه دست خودتونه. ولی من میخوام یه دونه از این قسمت پشتش نور داشته باشم که کافیه آلتو بگیرم بیام بچرخم توی این کامرای یکم. مثلا اینو بذارم روی کامera مثلا مین کامرا، باز همون نشون میده. من میذارم روی کامرای یک و اینجا یه کلیک راست بزنم، اد لایت، و حالا دایرکشن لایت من میزنم و حالا شما میتونین مودش رو متفاوت بذارین دیگه، اسپات لایت بذارین و از اون ور بیاین خودتون تنظیمش کنین. حالا من اینو میذارم همون اسپات لایت باشه. لنز فلیر که راجبش صحبت میکردم تو تنظیمات کامرا، این چیزی که شما میتونین اینجا تنظیمش کنین. مثلا میتونین یه لنز فلیری هم داشته باشه یا نه، دیگه دست خودتونه. و این از این تا این مرحله و به نظرم فکر میکنم تا اینجا یک 22 دقیقه شد. آره 22 دقیقه شده، حالا باید ایتش نهایتاً باشه 20 دقیقه. مرحله بعدی که رندر گرفتن باشه، حالا به صورت هم نورها رو گذاشتن، نورها رو دیزاین کردن و یه رندر خوشگل ازش بگیریم باشه برای جلسه بعدی. مرسی.